اول همون خاویاره که زیاد درس نخونده اینجوری شده. اگه درس میخوند خاویار میشه. بگم 2 تا بگیر. والا دیگه تو اصلا برم نگشتی. گوشیم اینجا بود. آره گوشید اینجا بود. چون فکر کنم زیاده. خرید داریم دیگه چه سایت دیگه هم میخوایم. مرسی. این کار میکنه. اصلا بدون استخون درست کردن؟ بدون استخون درست میکنه. ولی چیزی رو برمیداره. استخون رو نمیده. ایراد نداره. میدادم من میبردم برای سگ و اینا. اون سری هم چیز کرده بودیم گرفتم. اومدیم سوپرمارکت سر کوچمون وسایل چیزکیک بگیریم. این فصلیش همه میوه ها میاد دیگه. میوه تابستون خیلی باحاله. ولی هنوز خسته تر نیفته. چی نمیده؟ خسته تر میوه مورد علاقه من بیافه مامان خرید. همینو خوبه. سلام چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما از خرید برگشتیم. حالا میگم چه خبره. بچه‌ها از مسافرت که اومدیم یه تبخال گنده زدم انقدری روز به روز این داشت بزرگتر میشه قیافه من. بچه‌ها گفتن که دوستان گفتن که پماد و یه قرصی بود که میگفتن مثلا استفاده کنی خیلی خوبه. دیگه من اون رو تهیه کردم و حالا دارم هی مدام میزنم ولی واقعا خوب نشده و بی نهایت سوزش میکنه. دیگه امروز یه سری از کارامو انجام دادم چون فردا تولد مادر شوهرمه و من هر سال دعوتش میکنم تولدش بیاد خونمون. دیگه بعد اینکه کارامو انجام دادم بودم خب حالا خرید و عادت میاد با هم میریم خرید و اینا. دیگه گفتم خوابیدم چشمتون روز بعد رو نبینه. معده درد یعنی یه جوری معدم درد میکرد که من از شدت درد بیدار شدم و به خودم میپیچیدم. دیگه هنوزم خوب نشدم. چای نباتم خوردم. دیگه دیدم با این شرایط واقعا نمیتونم برای فردا غذای خاصی درست کنم. فقط رفتیم میوه اینا گرفتیم. یه سری وسیله گرفتم برای چیزکیک چون مادر شوهرم دوست داره و قرار شد برای فردا شام جوجه کباب درست کنیم چون دیگه حالا مثلا مواد زدنش یکم برام سخته چون از مرغ و شستم بدم میاد. حالا شاید عادل به من کمک کنه. اینو از خودم مایه میبرم. بچه‌ها باور کنید به خدا خیلی حالم بده. خیلی حالم بده. از اونجایی که از دکتر رو آمپول میترسم نمیرم ولی باور کنید اگه از این نمیترسیدم تا الان دیگه چرتم همون لحظه رفته بودم. نمیتونم رو پام وایسم. دیگه اینطوری رفتیم آدم شلوار گرفت مبارکش باشه. منم شلوار کرمم به مشکل برخوردی. یه دونه شیراز پوشیدم یه دونم اینجا رفتم دوچرخه سواری رفتم پوشیدم کاملا دردش باز شد. امروز بردم دادم به فروشنده گفتم اینجوری شده من واقعا باشه میگه کمتر صحبت چیز شلوارم چیز شده قشنگ دردش باز شده. بعد فروشندم خدای خوش اخلاق بود گفتش که نه درست میگین و اینا من میدم خیاط درست کنه اگر مثلا استفاده کردین باز به مشکل برخورد دیگه مرجوع میکنم دیگه. واقعا گرون گرفتم حیفه دیگه من 2 بار بیشتر نپوشیدمش. این شلوار عادل خیلی خوشگله. مبارکت واسه آقایی. شلوار که استفاده کنی. میوه اینا که میمونه فردا بشورم ان شاءالله که تا فردا حالم بیشتر بشه. مرغ الان میشورم و مزه‌دار میکنم به همراه این چیزکیک. امیدوارم فردا کارام به خوبی و خوشی پیش بره. همراه ما باشین. دوستتون دارم. فعلا نهارمون رو بخوریم تا شام. باقالی پلو درست کردم. من همیشه وقتی با مرغ درست میکنم مرغ و داخلش میریزم یه کوچولو سس هم آماده میکنم به همراه سیب زمینی. سیب زمینی؟ چرا اینقدر ایراد میگیرید از من دوست دارم که سیب زمینی خوشم میاد اصلا. خب این هم هستم. دیشب میوه گرفتیم اومدم شستمشون که بعد دیگه میخوام برم بر مادر شوهرم هنوز چیزی نخریدم. این انگورا خیلی بامزه و خوشگلن. خیلی خوشگل. دوستشون دارم ولی اینجوری نمیدونم چجوری باید شستشون انقدر که به من فشرده است. اینجوری میذارم داخل آب. آلوچه هم فقط اینو سپردم به عادل. بچه‌ها خودتون دیگه شاهدی من داشتم خودم خرید میکردم. میخواستم برای امشب که مادر شوهرم برامون نمکیار گرفته چیز درست کنم آلوچه فشکن. گفتم بامزه میشه دور همین و اینا. و عادل گفت نه من خودم میرم میگیرم آلوچه رو. دیگه عادل داشت میرفت مثلا برمی داشت من دیگه گفتم خب برمی داره دیگه چیز خوب.
رفته هرچی شل بوده آلوچه های شل و نرم و خریده. اصلا این مناسب اون کار نیست. این از قبله خوشمزه است برای خوردن. ولی سفت‌ترینش خوشمزه گرفتم، است. خدای بودم سفت‌ترینش نگرفتم. او بود اونجا، باور کن بود، من دیدم، ولی تو کار خودتو کردی. و اصلا من آلوچه خیلی هم دوست ندارم، مگر همون آلوچه فشکن رو خیلی دوست دارم. حالا بریم غذا بخوریم. بعد اینا رو آماده گذاشتم که برم مادر شوهرم خرید کنم. هنوز نمیدونم چی احتیاج داره و چی بگیرم بهتره. با ازم قرار دارم که با هم دیگه بریم بازار. هوا معلوم نیست چشه، یه لحظه بارونه، یه لحظه میمونه و نمیدونم، شاید با سنجاب نرفتم، پیاده رفتم. حالا فعلا حاضر بشم، منتظر زنگ اعظمم. یادم رفت بهتون بگم که دلیل دردهای دیشبم چیز بوده، این عوارض قرصه بوده که برای تبخال میخوردم. نباید انقدر سرخود استفادهش میکردم، نه اینکه حالا بد باشه ها، باید 12 ساعته میخوردم ولی من 8 ساعته خوردم. عوارضش هم همین معده درد و دلپیچه و همه اینا رو داشت دیگه. یعنی دیشب باور نمی‌کنید حس می‌کردم که داره میمیره. کیسه آب داغ گذاشته بودم و اینجوری میپیچیدم به خودم، اینجوری. خلاصه الان خیلی بهترم ولی بازم یه جوریه معده‌م دیگه. حالا قرصه رو که نمیخورم، این پمادم حالا دیگه دارم میرم بیرون، نمیخوام بزنم. اون طرف که میخوایم بریم خرید، برم ببینم یه شلوارم هم چون گفته بود که بعد از ظهر بیا، برم ببینم حاضر شده یا نه. اگر حاضر شده شلوارم هم بگیرم. اومدیم بازار کاسپیان، یه دوری هم زدیم. اکثر مغازه‌هاش بسته بود، یه سری هم که باز بود. خب به کار من نیومد، نتونستم چیزی پیدا کنم. حالا روبروی اون شلوار فروشی منتظریم که بیاد باز کنه، بعد که ببینم شلوارمو حاضر کرده یا نه. اینجاست، ما هم که منتظریم. هم بیاد خودش تعجب میکنه، میگه اینا چرا اینجا موندن. بخاطر اینکه دیگه گفتم حالا بیام اینجا چرخه بزنم، شاید چیزی خریدم، شلوارم هم میگیرم که حالا چیزی گیرم نیومد تا ببینیم شلوار چی میشه. اصلا شاید امروز نتونه درست کنه. بعدش هم بریم روبروش انزلمال، اونجا آژنس‌های خیلی بهتری داره، مثلا شیک‌تره، شاید اونجا بتونم یه چیزی پیدا کنم. فعلا وقت دارم چون میدونم که زنگ زدم به مامان، گفتش که یکم دیرتر امشب میاد خونم. گفتم خب دیگه من تایم آزادم بیشتره، بگردیم ببینیم چیزی میتونم براش پیدا کنم. مامان عاده دیرتر میاد؟ آره گفت کار دارم دیرتر میام. بودم که حالا من وقتم آزادتر شاید بتونم یه چیزی بخرم براش. ولی خب واقعا هدیه گرفتن خیلی سخته، چون به هر حال هر چقدر سلیقه یکی رو بدونی باز نمیدونی از اون چیزی که میخری خوشش بیاد یا نه. من انقدر حساسم رو خرید، دوست ندارم کادو بگیرم. اگرم میگیرم یعنی یه چیزی باشه که حتما مطمئن باشم طرف دوست داره. حالا ببینم چی امروز قسمتم میشه بخرم. من که کادومو دوست داشتم. تو آسان با هم رفتیم، شاید سلیقه ما بود دوست نداشتیم. میگم این خرید مهم اینه که اونجا سورپرایز شدم. خدا راست بگه انشالله همیشه سورپرایز بشی. اینم از انزلمال ما. بریم بگردیم ببینیم چیزی میتونیم پیدا کنیم. خیلی انزلمال کلا قشنگه. حتما میتونی چیزی پیدا کنی. آره شبیه حسشه. آره حسشه بود. حتی جالب اینجاست که واقعا نمیدونم چیکار بگیرم.
و نمیدونم کیف گرفتم، شال گرفتم، مثلا سری واسه مامان گرفتم. نمیدونم واقعا چی به دردشون کار کردن میخوام بگم. خیلی که پیاز نمیخورید، میخوری؟ کم درست کردم. بگم همه خودم رو بخورم. هر چقدر امروز دنبال مثلا یه لباس، مثلا یه چیز مناسب برای مامان گشتم، واقعا پیدا نکردم. دیگه قشنگ خسته شدم. مادر گفتم مادر من چیزی پیدا نکردم. مادرم گفت ایراد نداره، مثلا پول میدیم مامان خودش میگیره. چون واقعا سلیقه خیلی سخته. مثلا سلیقه هر کسی رو دونستن یا یه چیزی بخری که مناسبه مثلا همه باشه، واقعا به نظر من کار خیلی سختیه. دیگه نگرفتم و رفتم پیش علی و دیگه اومدم خونه. سری از کارهایی که مونده بوده انجام دادم. چقدر گفته بودید به پیاز، بابا آدم یادش نمیمونه. مثلا به چاقو آب لیمو بزن، بعد نه لیمو ترش بزن، بعد پیازو چیز کن. من که یادم نمیمونه واقعا. اش نمیاد. آره حالا میگن، حالا باید امتحان کنم. الان واقعا حواسم نبود. دیگه مخلفاتمون رو دارم حاضر میکنم. آره جون بیا جلو. همه مخلفاتمون رو نمیشناسن، نمیدونن چیه. پیاز داریم، باقالی داریم. باقالی مازندرانیه که خشکه، بعد مثلا 24 ساعت تو آب. چشمم خیلی سوخت. پیازش خیلی جگرسوز بچه. مثلا 24 ساعت میذارین داخل آب خیس بخوره و حالت خشکی داره، ولی اینو کنار مخلفاتمون ما میخوریم. چه ترش و چه اینجوری شو. زیتون گردو و اشبل. حالا زیتون همون زیتون معروفه؟ آره این همون زیتونی که برای سودی گرفتم قسمتش نشد و دیگه آوردمش خونه. خراب نشده، خوردم، همش خوب بود. حیف شد واقعا نتونستم. چرا باقالی رو خوش میکنن بعد آب میزنن داره باد میکنه؟ از اون خشکش نمیکنن نمیشه؟ مثلا فریزری کردش؟ نه این فرق داره. این اصلا یه چیز دیگه است. خلاصه یه چیزی دیگه. این مخلفاتمونه. مادرم گفتم حالا نون بگیره دیگه. بهترین غذایی بود که من تو این فرصت کم میتونستم با این حال بدم تدارک ببینم. اینم اشبله که تخم ماهی سفیده که اینو شور میکنن. یه فرایندی داره. ما کنار مخلفاتمون میخوریم. هم دوست ندارن به خاطر اینکه یه طعم زهم و چیزی داره. همه دوست ندارن، ولی گیلانی‌ها واقعا نمیدونم چرا دوست دارن. من خودم هم دوست دارم. خوشمزه است. آره طعمش اذیت کننده نیست ولی اشبل شور داریم. آره. اشبل دودی داریم. حالا مثلا واسه 5 نفر من دقیقاً 5 تا مخلفات گذاشتم که اختلاف نظری پیش نیاد. اشبل همون خاویاره که زیاد درس نخونده اینجوری شده. اگه درس میخوند خاویار میشه. خلاصه اینم حاضر شده. مامان حالا که فعلا نمیاد کارم برسیم. ترفندای ستاره فودین که شما میوه رو یه جوری بچینید که اینجوری پر به نظر بیاد اما پشتش خالیه، بین خودمون بمونه. من این سری میوه رو کم گرفتم چون که واقعا خورده نمیشه، خرابم میشه دیگه. حیفه دیگه. الان این فصل گیلاس و اینا رو انگور رو مثلا نمیتونم خوش کنم که به خاطر همون دیگه کمتر گرفتم. انگور هم خوش میشه که؟ آره دیگه کشمش نمیشه. آها اینم مسختی میشه، ولی من خب اینو واقعا تا حالا خوش نکردم. نمیدونم چجوری خشکش کنم. شاید زمان زیادی ببره. ولی گیلاس که خوشمزه نمیشه و زردآلو تایم خیلی زیادی میبره. باید خیلی بالاتر از 15 ساعت فکر کنم باید بذاری چون خیلی گوشتی تره. آدرم این قسمت داره این جوجه ها رو به سیخ میکشه که همیشه مریم برامون انجامش میداد. جاش خالیه، امروز نتونست بیاد. جا خواهرم خالی. آره صدام چرا شد؟ آدر یکم بجون به خاطر اینکه ماما اینا. چه خبر؟ چه احوال؟ سلامتی. چه شلوار قشنگی برات گرفتم. شلوارک ولی شلوار میشم لهجه شیرازی میگیرم. چرا؟ از اونجا گرفتی؟ برم میدان گازو. خدای دیگه میدون گازوشون اصلا شبیه میدون گاز ما نبود. من چرا فکرم شبیه این مشعله. جالب. آره جالب. خیلی قشنگ بود واقعا.
سر کار بودیم، سر کار خیلی خوب بود، هوا خنک بود. یه جای استکمش خراب شده بود، بریم استکمش رو درست کردیم. خسته نباش. شما چه کار میکنی؟ من همیشه دیگه، منم امروز رفتم بیرون، شلوارمو گرفتم. خود درست کردی؟ آره یعنی رفتم اونجا کلی هم منتظر موندیم، بعد دیگه اومد و خیاطی داد، حالا استفاده کنم ببینم چه جوری باز میشه یا نه. مرسی، ولی چقدر خوب شد که بردم. برنج هم دم گذاشتم، بخارش بلند شد کمش کنم. بچه‌ها این خونه مادر شوهرمه، چراغاشون هنوز روشنه پس نیومدن فعلا خونه. این چقدر نزدیکیم بهشون. مادرم اینجا داره زغال حاضر میکنه. چه زغال نگیریه. من خیلی بزرگ زغال زیاده. خب کمتر میریختی. کمتر نمیشه. باید یه برد بگیرم جوش بدم بیارم بالا کنم. آره دیگه. همیشه همین رو طول میگیره دیگه. آره. زغال. چیز قبلی بهتر نبود. قبلی چی؟ یه دونه دیگه داشتیم قبلا. از این منقلا. آره. مقدیه مقدی. کوچولوه. یه کوچولو هنوز آتیش داره، ایراد نداره، من اصلا سر در نمیارم. خدا میشه بیشتر هم یکی بیشتر هم هست. خدا کنه حاضر بشه تا مامانم میاد. دیگه خیلی دیره، نزدیک 10. ماست بورانی هم درست نکردم، حواسم نبود. نمیخورم ولی نه، من دوست داشتم. ماست بورانی خوبه. جاتون خالی، جوج میزنیم، کیفه های زیادش بود. یه دونه جوکه بود، گوجه رو داشته بود چی گفته بود یادم رفت. یه دونه مرغ بود، یه سیخ مرغ بود 10 تا زید باشه. این دنیا ارزش نداره با خود برسه. خیلی باحال بود، عکسش خیلی خنده دار بود. من زودتر میکشم، کم نیست بچه ها ببینه براش. هرکی؟ پایین برم شما تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک. سیفتی کیکم تقصیر همون ترازه. آره دیگه، به خاطر اون ترازو همه چی به هم ریخت. میخوای خودتون باش. نه نمیریزه. آخر برست داریم. آره نه این تا آخر برست داریم. یعنی کیک سفت. بچه خودتون ببینید چقدر کمتر میخوره نه؟
من کوچولو بخورم. نصف بود. نه زیاد. بس فرق همه اینا تقصیر اون ترازوی هست که به هم ریخت. راستی شما رفته بودی مسافرت؟ پنجره‌هاتون رو باز گذاشته بودی؟ علی بود. من به علی گفته بودم بیا. آخه چیز زده بود. بعد با اینجا خودش تگر که با سوی همون گرده روزه به چی؟ نه خدا رو شکر همچین چیزی نبود. بود آره علی میگفت. علی سپرده بودم روز رو علی شب هم آره شب میومد خونه؟ نه خونه بود آره بعد دیگه غروب میرفت چیز آره. مهمونی تموم شد، ماما اینا رفتن، منم دیگه اینا رو جمع جور کنم که بتونم با خیال راحت بخوابم، چون ظرف وقتی تو سینک باشه اصلا کلا ذهنم درگیر میشه. همه چی عالی پیش رفت، غذا فوق‌العاده بود. عادل واقعا کباب عالی درست میکنه. من نه بلدم زغال درست کنم نه بلدم به سیخ بکشم، یعنی واقعا یه غذایی که من نتونم انجام بدم همین غذاست، نمیتونم، فقط میتونم مزه‌دار کنم مرو. همه چی خوب پیش رفت دیگه، طبق چیزی که فکر کرده بودم به موقع و یه غذای خیلی راحته به نظر من کباب، به خاطر اینکه اونقدر واقعا زحمت نداره. حالا اگه بخواین حالا یه سالادی چیزی کنارش درست کنید یکم ذهنتون رو یا وقتتون رو میگیره، وگرنه کاری نداشت. دیگه شیرینی خوردیم، شیرینی که کیک درست کرده بودم، چیز کیک. متاسفانه دیشب که اومدم درست کنم این ترازوم خراب شده بود، مقدارش رو بیشتر میزد و اون قسمت بیسکویتیش زیاد شده بود. من خودم هم میدونستم ولی مامان خیلی دوست داره، خورد و خیلی هم راضی بود. دیگه منم بمونم ظرفا رو بشورم دیگه استراحت کنیم. مرسی که مثل همیشه حوصله میکنید ویدیوهای من نگاه میکنید. ممنون که همراه کانال ما هستید. برای پیشرفت کانال یادتون نره که حمایت کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید که هر چه زودتر جمع ما بزرگتر بشه. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار و شبتون بخیر.